بچه الان ساعت 8:30 صبح. من ساعت 9 مسابقه دارم. میخوام وسیله جمع کنم با هم بریم. بیا در ادامه هم بیاین دیگه. خب آقا چیزایی که من میخوام بردارم 3 راکتامی که 100% باید باشه. این 3 رو برمیدارم. نمیدونم چرا 3 دارم راکت برمیدارم، ولی خب 3 راکتام رو برمیدارم. کتونیا اینجا، لباسا که اینجا، یه شلوار برمیدارم که این شلوار هست، این لباسمه که اینو خیلی دوست دارم. ببین انقدر دوستش دارم اصلا عاشقشم، شاید باورتون نشه، خیلی دوستش دارم جدا. اینو برمیدارم با یه شلوارک که حالا نمیپوشمش، ولی حالا بعد از پاس برمیدارم. بعد اینکه مسابقات هم زیاد طول نمی‌کنه، فکر کنم یه 3-4 ساعته اونجوری که خودشون تو اونجوری که خودشون توی بخشنامه نوشته بودن کلا 3-4 ساعته، زیاد طول نمیکشه. بعد دیگه با من بیاین. نمیدونم تو سالا اجازه اگه اجازه بدم ویدیو بگیرم که میاد این ویدیوه، اگه اجازه ندن که نمیاد دیگه. صبونه که مهمترین بخش‌های مسابقه صبونه است. آقا 9 گذشت ولی اصلا اهمیتی نداره و ما میریم. انشالله 9:30 اونجایی باش، نزدیکه تقریبا، چون الان صبح هم هست، ترافیک ها اینا با ماشین میرسیم سن. بریم دیگه مقام اول رو تا زور بیاریم خونه. بله خودم امید دارم، اصلا امید ندارم. اشکال نداره پیش بیاد. بچه من الان رسیدم، این الان که مثلا یه 20 دقیقه میشه رسیدم. بعد همون ورود که زدم، یعنی وارد سالن که شدم، یکی از بچه‌ها گفتش که من چون دیر اومدم حریفم برده، یعنی که یه بازی الان باخت دادم. الان یه بازی یعنی باخت دادم، حالا نمیشم دوباره بازی کنیم. بعد اینکه فکر نکنم اجازه چیز بدن، فیلم برداری بدن. اگه مقام آوردم که این ویدیو رو میذارم با مقامش، یعنی با تمرینام ویدیو میذارم، از مسابقه ویدیو نمیذارم. ولی اگه نبردم که اصلا کلا این ویدیو کنسله. بچه من بازیم تمام شد، سوم شدم. یه چی رفته تو چشم. بازیم تمام شد، سوم شدم. بعد قراره من صدا کردم؟ نه من نیستم. قراره حکم و اینا بدن. قراره حکم و مدال میدن. نمیدونم بچه‌ها گفتن مدال میدن، یکی بچه‌ها گفت مدال میدن، ولی فکر نکنم، فقط حکم باشه بدن. بعد بازی هم نتونستم مسابقه بگیرم، ولی از اهدای جوایز و اینا ویدیو میگیرم میذارم. آره ویدیو میگیرم میذارم. داری چیکار میکنی؟ نشستم من بازی رو میبینم، خسته شدم. مقام ها رو نمیدم بریم. بشین دارم تو دراز بکش برای خود. مقام سوم سبا بچه این ویدیو هم به پایان رسید. فکر نکنم ویدیو طولانی باشه، ولی خب همونطور که از اول ویدیو تا الان گفتم اجازه فیلم برداری ندادن تو سالن. از تمرینام شاید ویدیو بذارم اگه داشته باشم، یه چند تایی دارم. بعد اینکه مقام سوم گرفتم، مثل این حکممه، این درش بیارم، این حکممه، اینم
مدالمه. تا حالا این رنگی مدال نداشتم، رنگش هم خوشم نمیاد، ولی خب آهان تازه اینجاش هم میذاره بایستی، اینجاش هم کثیفه، اشکال نداره پیش میاد برحال دشواری نداریم. بعد برام گل گرفتن. ببین من انقدر گل دوست دارم، چقدرم خوش رنگه گلش، انقدر گل دوست دارم، واقعا گل دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. یعنی یکی به هم گل بده یه فرد خیلی خاص برام محسوب میشه. جدا گل خیلی دوست دارم. بعد اینکه آره دیگه ویدیو تموم شد. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. فعلا